چه اتفاقی میفته اگه اکسیژن هوا چند درصد بیشتر بشه؟ در حال حاضر به صورت معمول اکسیژنی که توی هوا موجوده 21 درصده. حالا اگه همین اکسیژن بیاد بشه 35 درصد و فشار هوا هم 2 برابر بشه، کلا نفس کشیدن برای ما آدما یه عمل لذت بخش میشه و با این اوصاف حتی پلاسمای خون ما هم اکسیژن دریافت میکنه و ما میتونیم صدها کیلومتر بدون اینکه خسته بشیم بدویم. جالبه بدونی یه بچه‌ای به اسم جسیکا که 18 ماهش بوده توی انگلستان توی لوله‌ای به قطر 20 سانت و طول 6 متر میفته داخلش و گیر میفته داخل اون لوله. بعد از اینکه از داخل لوله میکشنش بیرون، یه پاش به صورت کامل سیاه و کبود میشه. میبرنش پیش یه دکتر میگه که آقا پاش فوراً باید قطع بشه. دکتر دومیه میگه که نه، بیاین این کارو نکنیم، بیاین داخل یه محفظه‌ای که از اکسیژن اشباع شده بخوابونیمش. به این محفظه‌ای که اکسیژنش خیلی زیاده و فشار هوا 2 برابره، اصطلاحاً میگن هایپربریک. بعد از اینکه مدتی داخل این محفظه میخوابوننش، کاملا پاش به حالت عادی برمیگرده و خون درش جریان پیدا میکنه و جسیکا سلامتیشو به دست میاره. توی خیلی از کشورهای غربی این شیوه هایپربریک استفاده میشه. به فرض مثال توی آلمان برای کسایی که سکته زدن یا شوک عصبی بهشون وارد شده استفاده میشه و توی انگلیس برای کسایی که بافتای بدنشون صفر شده و دارای التهاب استفاده میشه. توی فرانسه هم برای آرتروز و التهاب مفصل. و کلا توی خیلی از کشورها فهمیدن که اکسیژن زیاد باعث درمان خیلی از بیماری‌ها میتونه باشه. توی کشور ما هم که کلا اکسیژن زیادیه. صاحب یادتون نره نظرات زیباتون رو کامنت